بیا خالت شروع. مرحمت بچه جانم. این تریل و شما با پدر کرد. چند نفر زنده باشه نه هیچ کم نداره. خدا هیچ کم نداره. رسمی خوبی تاجیکان رو دوستان عزیز ما با همراهی همین خالم کم ترک فیلمی بدیهی کم ترک کردیم تماشا کنین حلاوت برین. باور کنید دوستان عزیز من برای مردم شرافمند تاجیکستان برای مهمانداریشون دست بالا کردم. گپ ندارم دیگه. مردک بوده این زمان در دوحه عینی دهه قرار داریم باور کنیم وقتا همه یک خلاشکی قطعی و قبین عراق دروی شما رو مهمانداری کنیم اینا آمدیم این خلای ما خلاص مرحمت بچه جانم عزیز مرحمت همین است سفر و خونتان سلامت خونی نه اینجا گاردی فایده داره خلا دیر با فایده داره نه تو زحمت کرده خلا جان شما ناو تیار کردید نه اینا ناو تیار کردیم ولی ناو هولینگ شده خولینگوی ما دیر میپزن دیده خولینگوی فتنی رایان عینی دهه در بسم الله الرحمن خدا خیر هر بار که گشتید ماماده مرحمت میگه من شما با خونیگوی خوشرو نشیاد خدا خیر روزای نزدیک اکم گفتن که همین مهمانخونه شما شده میشه انشالله خدا ما گفتن ما باور کنید بیشتر جای استراحت گفت مالا بین پایان دایره کیسه جای منظره توزه که دوستان عزیز منظره رو نگاه کنید دریا رو نگاه کنید این دریا چی نام داره دریای زرافشان دریای زرافشان تنگه طلا هم زرافشان بامورم یارم همیشه بودم باور کنید هوای توزه خدا جان این دریا یگون مرامی یگون او صاف دارد حاضر آب که کلان شد آب سر چیرکی برای چی کم تر اندکتر که شد به آب تازه خدا جان دریا اون طرف کدام پشت زیروباد نوحه عینی خلق عینی خلق مهمون دوستان مرحمت کی وقتی که اومده سلام باشه ما مردم شرافمند تاجیکستان هم مردم عینی رو خیلی دوست می‌داریم قربان جان نگاه کن دریا اون طرف چه خوشلوق منظره‌ای زیبایی منظره رو بینه شمال بینه شمالک میوزد با مرگی کندم مسافر گشته در شهری مردم اکشهری مردم شما در تاجیکستانه شما مسافر نیستید خوش آمدید سلامت باشه یا مخلص درد غمت بمیشن دل را فرا بخشد دشتی مزاری در در خواجه شدی در در خواجه جان اونجا در من یه مقبره دیدم اما این کس مقبره خواجه شمس‌الدین بلخی این کس 7 دادرم این دیگه دریو با می برفتن یه روز صحبت خود آمدم اینجا آباد کردم وقتی که جناب اولی تلویزیون را برآمد کردن من گفتن که سال رشد دیگه سال آبادی سرچم گفتن که بچه ما وای نمیریم حج نمیریم پولی حج ما آماده همین یک وایرونه آباد کنید این هم با پیرم ثواب است یک دستگیری کمان بچه یک دستگیری برای جناب خوش اومدید دیگه این در وقتی بود هوا رو بی هوای تازه خدا خوشحال میشه مرحمت کی وقتی که اومده امید تو مرحمت خاله جان همه غریبایی که امروز ما رو تماشا میکنن شما رو دوست میدارن شما مادر همه ما هستید یک دعا میتید شما با ما سفر میکنید رحمت الهی آمین آمین یا علی یا سید یا ذوالفقار هر بلای آید دفع پروردگار سفرتون بی خطر شود آبروی بلند کرد تاجیکستان ما با تنجد یاد امانیت یاد پادشاه ما با در امانش خداوند نگاهبان شود قد شکرانه کردم در کار چقدر تنج چقدر باد هوای تازه شکری همین آبادی وطن سفرتون بی خطر شود ساخت رگه سلامت بیاید در امان خداوند باشه سلامت باشه خوش آمدید میری دیدن تاجیکستان ما تاخی خدا جان رحمت البته اکم بیا خاله جان شما هم بسید مایلی بس جناب خوش اومدید اکی رویت بیو سلامت باشه اینا بیا دوناش هم قشری نزده بیاید این خودی خنده کهی رحمت خاله جان مایلی که سلام بکنید سلام بکنید